سال کمتر از 2 سال اعلام کردم. طبیعی است که این رو هیچ کس قبول نخواهد کرد. مجلس اسلامی ترکستان این نتیجه رو نتیجه واقعی نمی‌دونه. ما تصمیم گرفتیم که جلسه خواهیم داشت، جلسه شورای سیاسی و هم مسئولین نهضت که از اینتقا جمع و بهای نهایی خود رو بعد از گرفتن نظری همه مسئولین نهضت در سطح شورای خواهیم داشت. یعنی از نتیجهش من راضی نیستیم. طبیعی است که ما از نتیجه راضی نیستیم و این رو غیر واقعی می‌دونیم. فکر چرا چنین شد؟ مثلا این کاری همون موقعی بود که مثلا یک برنامه انتی نهضت داشتن و به هدفشان رسیدن. البته تلاش می‌کردن نشون بدن که اون برنامه به نتیجه رسیده است. ولی من فکر می‌کنم که این برنامه به نتیجه نرسید، چون که از این گونه انتخابات پرتقالب ملت باخت است پیش از همه و این بر ضرر خود حکومت انجام می‌شود، چون من نمی‌خواستم که حکومت جمهوری ترکستان مورد تنقید قرار بگیرد. طبیعی است وقتی که انتخابات پرتقالب می‌گذرد پیش از همه انتقادهای داخلی و خارجی به عنوان حکومت فرستاده می‌شود که ما طرفدار آن بودیم و هستیم، میمونیم که همیشه حکومت جمهوری ترکستان، ملت ترکستان، کشورمان مورد ستایش قرار بگیرد و همچنین کشوری رو به دموکراسی بهاگذاری کرده شود. ولی این گونه برنامه‌ها و انتخابات طبیعی است که تأثیر منفی خواهند داشت. ما تأسف می‌خوریم از چنین نتیجه گیری. واقعا می‌دونستیم که فشارها هست، دشوار خواهد بود، ولی تا این هدف رو هیچ کس پیش نمی‌رفت. شاید ما در فرمان‌های گذشته فعالتر بودیم و گاهی نقطه نظرهای انتخابی هم می‌گفتیم و طبیعی است که شاید این به طبع حزب‌های دیگر نخوره و چون تصمیم گرفته شد. تقدیر هر یک حزب رو پیش از همه ملت و بعداً قانون حل می‌کنه. در اساس خواسته ملت و در اساس قانون کشور ما فعالیت خود را ادامه خواهیم داد و ما در نزد خود یک واقعیت را آشکار کردیم که واقعا حزب نهضت اسلامی ترکستان حزب مردمی هست و حزب مردمی خواهد ماند. ما پیش خداوند و پیش ملت صاف هستیم، مسئولیت خود را انجام دادیم، در آینده هم انجام خواهیم داد. یعنی به معنای بسته شدن حزب نیست؟ نه، من فکر نمی‌کنم که این به معنای بسته شدن حزب باشد، چون که هیچ دلیلی برای بستن حزب نهضت اسلامی ترکستان وجود ندارد و برای بستن یک حزب سیاسی باید دلیل‌های کافی وجود داشته باشد. حزب نهضت اسلامی ترکستان در طول فعالیتش نه تنها با کسی دلیل نداده است، بلکه خود را همچون یک حزب معتدل قانون محور معرفی کرده است و تمام جهان و جامعه داخل کشورمان را اعتراف کرده. ما در حزب نهضت اسلامی ترکستان هیچگاه تصمیم‌های خود را در زمینه احساسات نمی‌گیریم. همیشه بعد از بررسی، بعد از تحلیل همه طرفه تصمیم خواهیم گرفت و هر چی که به منفعت ملت و کشور هست، به منفعت حزب هست، همون تصمیم را حتما خواهیم گرفت.